من 1309 هستم. ما برادری داشتیم اینجا تاجر چای بود. ما بچه بودیم دیگه تو چای بزرگ شدیم. این صندوق ها رو میبینید مال 60 سال پیش. این تکه روسی تاجرا بود، خیلی آباد بود. این تکه شیراز خیلی کوچیک بود. 4 تا درست که تو این شهر بود و 2 تا ماشین برای تاجرا خلاص شده. حالا این مصیبت کور شکافته رفته بالا، خونه ساخته. سابق ترازون یه چیز که میخواست بکشه پاکتش میذاره پرو سنگ. این رقم ملاحظه میکردم کاهو داره با گرم میکشه تازه به چابه یه پرش هم برمیداره، ولی این تراز باید سرش بیاد پا تا خدا برکتش بده. یه گرمی این چای 40 تومنه، ولی با این حال من باید سر این تراز بیاد برکت تو این تراز بود. بازاری حقیقتی امرو هر کسی بخواد یه معامله بکنه میمد بازار استخاره میکرد. شیرازی های اصل تمام باید پشت سرشون نماز بود. مردمان خوب مدعیه، نه دروغی نه حقوقی نه کمبودی، با یه تکه کاغذ معامله میکردن. مینه ضربال مثلا میگو پتتا رو آب میدن، اون تکه کاغذ میگو پتشو بنویس، میره پولشو میداد میگو پتمو پس بده، این تکه کاغذ پس بده. این رقم معاملهشون بود. شیراز چشم ایران بود دیگه. حالا این کشاورزان خوش شده اینا ریختن تو شهر دزدی و ببر و واقعا شده که همه خوش شد، همه شده آجر. این میوه رو مردم میخوردن که این مریضی ها رو نگیرن. الان میوه دیگه ما نداریم، تمام شده آجر. اومدن خونه ساختن رفت بالا دیگه. قصر و دشت ول شد. قصر و دشت یعنی باغای میوه، آب تا وسط این فلکه هم میشه خوب. حالا یه مثال شد.